آنها به من از رقم نامعلوم زنگ زده شهروندی روسیه را پیشنهاد کردند. پیشتر چنین نبود. حالا وضع تغییر یافته است، زیرا اگر مهاجر شهروندی را قبول کند به جنگ فرستاده می شود. این مهاجری که در روسیه کار میکند میگوید هفته گذشته برایش طریق تلفن پیشنهاد گرفتن شهروندی را کردند. این مرد به شرط افشا نشدن نامش برای صحبت روزی شد. تفتیش سراسری مهاجران در روسیه از آخر ماه می امسال شروع گردیده تا هنوز پایان نیافته است. پلیس آنها را از کوچه و محل کار و خانه‌هایشان بازداشت میکند. مقامات حفظی حقوق قهوه‌خانه و مسجدها، تالارهای ورزشی، کارگاه و خوابگاه مهاجران را تفتیش نموده دهان نفر آنها را با خود میبرند. آنها را دست به کتف یکدیگر در یک صف قطار میگذارند. مرد و زن را همین گونه جمع میکنند. گویا جنایتکاران خطرناک را از محبس بیرون میآورند. حقوق انسان پایمال می شود. مهاجران مهنتی میگویند این عملهای پلیس با یک هدف انجام داده میشوند. بازدادگان آسیای مرکزی روی راست پیشنهاد میکنند که شرطنامه حربی را امضا نمایند و یا با فریب آنها را به این کار وادار میکنند. در آنجایی که ما پتن میگیریم در درآمدگاه از ما پرسیدند که آیا شما میخواهید که به جنگ روید؟ ما به شما شهروندی روسیه را میدهیم. من گفتم نه. ولادیمیر پوتین 21 سپتامبر سال 2022 در روسیه بسیج یا سفربری نسبی اعلان نمود. در پی آن صدها هزار شهروند روسیه این کشور را ترک کردند. حالا کرمل برای جلب مهاجران به جنگ از اصولهای گوناگون فشار استفاده میکند. مثلا ویتنامی ها و خیتایی ها نیز هستند. آنها مثل قرغیز ها، ازبک ها و تاجیکان که دولت و حکومت ضعیف دارند زیر فشار قرار نمی گیرند. زیرا مهاجرانی که در اینجا زندگی می کنند هنگام مشکلی مجبور می شوند که شناسنامه گیرند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که هر پنجمین دعوت شده بعد کمتر از 2 ماه سفربری به جنگ هلاک شدند. بنابر گزارش‌ها زادگان آسیای مرکزی به خط اول جنگ فرستاده می‌شوند. من به باررسانی مشغولم. وقتی یک موتورسیکل را به جوانی بردم، اون نقل کرد که 1 سال در جنگ بود. من از او پرسیدم که آیا در آن جایها با شما از قرغیز ها و ازبک ها و تاجیک ها بودند؟ او گفت نه، تنها روس ها بودیم. ما را به آن منطقه هایی که جنگ های شدید جریان دارند نمیفرستند. او در مرکز جنگ نبود. سیاست مقامات روسیه چنین است. به آنجا پیش از همه بوریتی ها و مهاجران را میفرستند که شناسنامه روسی دارند. حکومت روسیه اعلان کرد که الکی 300,000 نفر داوطلبانه با ارتش شرطنامه بستند. قرار است تا سال نو 120,000 نفر دیگر را جلب نمایند. به گفته خدمات استخباراتی بریتانیا، مقامات روسیه از ماه می سال 2023 به طور فعال مهاجران را از آسیای مرکزی به جنگ جلب می‌کنند. به آنها سبکی در گرفتن شهروندی و مبلغ کلان وعده شده است.